این کثافت‌ها چه چاپ کردی؟ من آبرو دارم، منصب دارم، ارتشی‌ام. دارم پیر میشم مام سفید شد. من فقط بلدم پله های پشت بام را جارو کنم و شیشه های پنجره را پاک کنم. داری خطرناک میشی؟ جارو کردن خطرناکه. خانم فرخزاد شعر زیباییه و خیلی بی‌پروا. آتش زندگی را همیشه بر روشن نگه داشت. چقدر خوبه که شما میگید شعر امروز نمیگید شعر نو. شعر که نو کهنه نداره. باز دوباره هم چیزی با هم قاطی کردی؟ آره قاطی کردم، بس دیگه. احمد جان فروغ اصلا حالش خوب نیست. شاید حقیقت آن دو دست جوانی است که زیر بارش یک ریز برف مدفون شده است.